یک خانواده از ولایت ختلان از مقامات تاجیکستان می‌خواهند چند عضو نابالغ عائله را که در سوریه درمانده اند به کشور برگردانند، چون ممکن است در آنجا کشته شوند. از خانواده آل‌امراد عبدالرحمانوف ساکن دهه سوویت ناحیه جلال‌الدین بلخی 3 پسر و کلین و 3 نابالغش به سوریه رفتند و به باوری مقامات به صف گروه‌های تندرو دولت اسلامی پیوستند. آل‌امراد عبدالرحمانوف در صحبت به رادیو آزادی گفت انتظار ندارد که هیچ کدام از پسرانش برگردند، ولی بسیار می‌خواهد مقامات در برگردانیدن حیدگل 9 ساله، عبدالله جان 7 ساله و بیبی مریم 4 ساله و مادرشان برگی مساعدت کند. من همین ای دولت خواهش میکنم که KGB و همه چیو همش اینترپولو همو را یافته کلین از 3 کودکش قطعی ساق سلامت هم تاجستان برگردن بیارن. اگر او جدمانه او وایش همون ترریست میروه رنگ ما پدرشواری. این پیرمرد که 9 فرزند دارد میگوید 3 فرزند افراطگرایش را نمیبخشد چون به قبل آل‌امراد به وطن خیانت کردند. او میگوید که شکری 6 فرزند دیگرش را میکند و میافزاید بگذار کلینم به تاجیکستان برگردد و اینجا طبق قانون جزا گیرد. فقط یادم نبیرای چه کلینای او بیگناه بیچاره، فقط فکر ما رو میکنی. آل‌امراد عبدالرحمانوف که امام خطیب مسجد دهه سوویت جماعت مدنیت بود در بین مردم دهه آبرو داشت، ولی بعد پیوستن پسرانش به صف گروهی به نام دولت اسلامی در سال 2013 در دهه انگشت‌نما شد. فرزند کلانی او فیض‌الدین 28 ساله به قول خود آل‌امراد عبدالرحمانوف ظاهراً در جنگ‌های سوریه کشته شده است. هیچ کسی از عضو خانواده با آنها دیگر تماس نگرفته است. سرنوشت 2 پسر دیگرش محمد رسول 23 ساله و بهرام جان 21 ساله معلوم نیست و خودش هم باور ندارد که دیگر پسرانش را می‌بیند. پسر دیگری آل‌امراد چارقل عبدالرحمانوی 25 ساله که با پدرش است میگوید امیدوار است که روز فرزندان برادرش برمیگردند. نمیدونم وقتی قطع رفته یاد میکنین چی میگه مکمون میشه. هیچ کسی از اعضای خانواده نمیداند اعضای باقی مانده عائله در کدام شهر سوریه هستند. مقامات ناحیه جلال‌الدین بلخی هم میگویند همان قدر معلومات دارند که آل‌امراد عبدالرحمانوف دارد. تنها خبر تایید شده که مقامات انتظامی داشتند خبر مرگ پسر کلانی او فیض‌الدین بوده است. بهرالدین احسانقلوف رئیس جماعت دهات مدنیت در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که اطلاع زیادی درباره اعضای این خانواده در سوریه ندارند، ولی در همه ملاقات و واخوری‌ها به مردم عائله عبدالرحمانوف ها را نمونه می‌آورند و عمل فرزندان او را محکوم می‌کنند. آل‌امراد عبدالرحمانوف تنها پدر در ناحیه جلال‌الدین بلخی نیست، فرزندانش او را مانده و به سوریه و یا عراق رفتند. فقط از همین ناحیه در جنوب تاجیکستان 13 نفر به جنگ‌های خاورمیانه رفته و آنجا کشته شدند. به گفته عبیدالله فیض‌الله رئیس ناحیه در مجموع 23 ساکن جلال‌الدین بلخی به سوریه و عراق رفتند و اکثرشان به صف گروه‌های تندرو تروریستی به مثل گروهی به نام دولت اسلامی پیوستند. 3 نفر اهل خانواده را هم با خود بردند. مقامات تاجیکستان میگویند خانواده هایی که میخواهند نزدیکانشان را از سوریه و عراق برگردانند کم نیستند، ولی اجرای خواسته آنها آسان نیست چون هیچ گونه ارتباط با آن شهروندان تاجیکستان وجود ندارد. به قول مقامات انتظامی آنهایی که میخواهند از زیر دست گروه دولت اسلامی بگریزند کشته میشوند. تا کنون تقریبا 150 نفر توانستند که از سوریه و ترکیه و عراق به تاجیکستان برگردند. آنهایی که در جنگ ها شرکت کردند به زندان محکوم شدند و تقریبا 80 نفری که به گفت مقامات حضورشان در جنگ ثابت نشده است مورد عفو قرار گرفتند.